سرخط خبرهای مهم. پرونده خالقزاده و عبدالقادر رستم به دادگاه رفته است. حکم آزادی بلاگر تاجیک بیکار کرده شد و باخت منتخب تاجیکستان با قطر. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ینور. پرونده های پرسر و صدای مدیر بیمارخانه ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده، مؤلف کتاب حوادث روزگار من و عبدالقادر رستم نویسنده و محقق مسئول شعبه کادرهای بیمارستان ابن سینا به دادگاه رفته است. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. دو منبع مستقل روز 17 ینور به رادیو آزادی گفتند دادستان کل تاجیکستان تفتیش پرونده را به پایان رسانده برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه روان کرده است. به گفته یکی از منبع‌ها پرونده روز 8 ینور به دادگاه رفته است. منبع دیگری رادیو آزادی میگوید قرار است هفته دیگر دادگاه تصمیم درباره بررسی پرونده را بگیرد و روز برگزاری نخستین مرافعه دادگاهی نیز معلوم شود. منابع رادیو آزادی گفتند که جزئیات دیگری پرونده را در دست ندارند و نمیدانند که این پرونده ها در دایره کدام ماده های کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان بند و بست شده است. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده 7 آگوست 2023 بازداشت شده بود و خالقزاده با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده بود. آخر ماه آگوست نویسنده و ادبیات شناسی شناخته عبدالقادر رستم نیز بازداشت شد. دادستان کل تاجیکستان به خبرگزاری آزیا پلوس خبر داده است که علیه عبدالقادر رستم بر اساس قسم 2 ماده 189 کودکس جنایی پرونده شدند. حالا معلوم نیست که تفتیش پرونده ها در دایره همین ماده ها به پایان رسیده است یا ماده های دیگری نیز به پرونده ها اضافه شده است. دادگاه شهری مسکو قرار درباره از حبس آزاد کردن بلاگر بازداشت شده تاجیک سلمان رجبزاده را بیکار کرد. دادگاه درخواست دادستانی دادگاه ناحیه سیمونوف را از 9 ینور قانع گردانید. خدمات مشترک دادگاه‌های شهری مسکو روز 17 ینور خبر داده است که درخواست تفتیشات برای انتخاب حبس پیشکی همچون چاره پیشگیری نسبت به رجبزاده دیگر باره به دادگاه ناحیه سیمونوف فرستاده شد. قبل از آغاز مرافعه سلمان رجبزاده در یک مصاحبه ویدیویی با تلگرام کانال شات گفته است که قربانی پدسته شده است و از پلیس خواسته است آنهایی را که او را به چنین حال رساندند پیدا کنند. سلمان رجبزاده شهروند تاجیکستان روز 7 ینور امسال در روسیه به برانگیختن بدبینی و پس زدن شأن و شرف بازداشت شد. با ادعای کمیته تفتیشات روسیه این زاده تاجیکستان با نشر و پهن نوارهای صحنه‌سازی شده در شبکه‌های اجتماعی دختران دارای چهره اسلاویانی را تحقیر می‌کرد و شأن و شرف آنها را پس می‌زد. صفحه استراژنا نوستی و شد در تلگرام نوشتند که بلاگر ماه دکبر سال گذشته در نواری گفته است به زودی همه دختران روس از آن ما می‌شوند. محض همین نوار در بعضی از گروه‌های شبکه تلگرام واکنش زیاد به بار آورد. روز 16 ینور در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان از جمله بانک ملی، اکادمی علم‌ها و کمیته جوانان تغییرات کادری صورت گرفت. چیزی که نمایندگان مخالفان بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه یا وفادار به حکومت حاضر می‌دانند. این نوبت همکاران ما از ساکنان پرسیدند که به این تغییرات کادری چی نظر دارند. آیا جای عوض‌کنی کادرها وضع را تغییر می‌دهد و کسانی را که به وظیفه‌های نو گرفتند می‌شناسید؟ البته این مفید است چون که در یک جا اگر یک کادر یک سال کار کند اون تجربه پیدا میکند، شاید در مطابق پیشروی های وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همین چیز به ضروری شود که جای وی را عوض کند. خیر روتاسیا کادر همه وقت باشد. یک آدم در یک جا شیند все равно وای میکند. خوب کرده. فکر میکنید همین جایشون عوض کردن کرده؟ جایشون значит وظیفه‌شون ایوده وظیفه یا یگان کار برام پرزیدنت просто так یگان کار نمیکنه. یعنی این نفرایی کادرای یوش جمعون اون نفرایی که کار کردند و گویا کارشون ناز بود اونا روند بهتر است. این شرح کنیم اگر مسئولیت حس کنن و کارشون رو پیش بردن تونن ایستان باشند. ولی اگر نتوانن باید که اولیش عوض شد. البته پرزیدنت همه چیزی که فکر میکنن پیشکی همش اول فکر کرده بعد کار میکنن.
اکنون لایق چون میدونم ما فقط میگیم که همین خلق آسوده و تنگ باشد. یعنی اون راهبرای شما نمیشناسید؟ نه چرا کادرهای بالای و قدر هم تعیین کرده ایستادیم. این آغازش هست. حالی تا انجامش از دو سر آن جوانان آن کادرهایی که به اختصاص هستند سنجیده شدگی هستند اونها را نیز به سری وظیفه میارن. همین بهتر کردن کار که مثال پیشروی شدن مقصد حاضر چخیل پیشروی ها بسیار رفته است. با فکر میفهمیدگی من علی شدن همین کادرها این همین است که مقصد پیشروی شدن است. نه کادرهای خوب حتما قبول میکنند. جای بازکنی نیستیم. این برای فایده جمعیت، برای فایده حکومت جمعیت ریسپوبلیک است. کادرهای لیاقتمند من میدونم. بعد من این رکتری دانشگاه ملی دیگرها بسیار کادر پرزیدنت اکادمی و علم ها کادرهای بسیار خوب هستند. ولی باید جوان ها بیشتر بیایند یا همین تجربه دارا را باید به وظیفه ها تعیین کنند؟ هر دو ها، هم جوان های تربیت کردن در کار، هم از کلانسال ها از دانشی های استفاده بردن در کار. حتما دارو چه میگه کن تجربه دارو با جوان تجربهشون باید سپارو گذارونن یک جای یک بار نیست که نمیشه остается давра ба давра, лекин ҷавонҳоро дастгирӣ кардан накард. Резкая перестановка не дает эффекту. تغییرات فوری نتیجه دلخواه نمی‌دهد. تا وقتی که رهبر نو فعالیت سودآور انجام دهد، با کمیش 5 سال در کار است. برای آشنا شدن با وضع کار، با رهبر نو تا 8 ماه در کار است. بعد کی وی راهبری میکند؟ Это пройдет не менее 6, 7, 8 месяцев. А когда же ему он будет руководить? این به من دخل نداره. می‌بخشید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی دویمش را در مسابقات قهرمانی آسیا با دسته منتخب قطر قهرمانی فعلی آسیا با حساب 0-1 باخت. بازی دور دوم در گروه ا میان تیم‌های ملی تاجیکستان و قطر شام 17 ینور در ورزشگاه البیت شهر دوحه در حضور بیش از 57,000 تماشاگر برگزار شد. گل یگانه را در نیمه اول دیدار در دقیقه 17 حمله‌گری منتخب قطر اکرم عفیف به نشان رسانید. این فوتبال بازی ماهر با جریمه‌گاه دسته منتخب تاجیکستان وارد شده با دروازه‌بان رستم یتیموف 1-1 برآمد و توپ را به نشان رساند. در این بازی فوتبال بازان تاجیک مهارت خوب نشان داده لحظه‌های خوبی گلزنی داشتند اما موفق نشدند. روسکامنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا IP آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن معلومات تأسیس دهد. هدف به گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه‌های دولتی از حمله‌های DDoS بوده است. بنا به نوشته روسکام سوابودا علاقه تحقیق قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات روسیه یا روسکامنادزور تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغ صفحه‌های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت‌های مخابراتی، مؤسسان سامانه‌ها، شبکه‌ها و همچنین از سازمان‌هایی بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاع شامل شدند. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قلف شکن‌ها یا VPN نمی‌توانند به سامانه‌های دولتی روسیه وارد شوند. در نظر است سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. بخش یک روزه تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 400 نفره که برای شرکت در جنگ‌های داخلی تاجیکستان از طرف حکومت و مخالفان زندانی شدند در نامه به عنوان سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات حامی حقوق انسان ینور سال 2008 خواستار توجه به سرنوشت خود شدند. سابق شرکتداران جنگ شهروندی تاجیکستان در نامه خود از وضع بد نگهداشت در زندان، شکنجه و اذیتشان شکایت کرده خواستار بازبینی حکم زندان آنها و عفوشان شدند. بعد جنگ 5 ساله سالهای 90 تاجیکستان صدها رزمنده به حبس محکوم شده، بسیاری ها در زندان جان دادند.
январи соли 2009 мақомоти қирғизистон гуфтанд аз 25 000 шаҳрванди нави қирғизтабори ин кишвар 80% аз тоҷикистон рафтанд. ин нафарон дар тахминан 20 соли аввали баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ аз минтақаҳои қирғизнишинӣ мисли ноҳияҳои мурғобу ҷиргатол ё лахши тоҷикистон кӯчиданд. ҳукумати қирғизистон ҳамсон ба қазоқистону русия тавассути барномаи вижее ки ҳадафаш афзоиши аҳолӣ аст аз қирғизтаборҳои ҷаҳон даъват кард ки шаҳрванди ин кишварро қабул кунанд. 18 январи соли 2014 Фарҳод Муъминов аввалин кӯҳнаварди тоҷик буд ки қуллаи баландтарини қораи Африқо Килиманҷароро фатҳ кард. Килиманҷаро дар шимолу шарқи кишвари Танзания воқеъ аст ва баландии он 5895 метрро ташкил медиҳад. Муъминовро аз кӯҳнавардони бисёр фаъоли тоҷик меноманд. субҳи имрӯз 1000 рубли русӣ 123 сомонӣ, $100 1095 ва 100 евро 1191 сомонӣ муқаррар шудааст. ин қурби муайян намудаи бонки миллӣ аст ва дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. бинандагони азиз, шумо барномаи навидии бомнодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро бароямон нависед. то фардо, худо нигаҳбонатон.